friend, welcome to my video today. خوش اومدید ویدیو امروز من. ماشاءالله راش ویدیو منه راش. Hello my friend, welcome to my video today. خوش از ویدیوی امروز من. امروز اومدیم با یه زوج جذاب، زوجی که از یک ایرانی و یک کره‌ای تشکیل شده. بریم ویدیوهاشو ببینیم، خودتون میفهمید چی میگم. کلاً 5 تا ویدیو داریم. ویدیوی اول چیه؟ سلام ببینم اینه وای پیدا کردم. چی میده مثلا فسنجون مزه فسنجون دیدی گفتم مزه خوشمزه است. یکم ترشه، خب یکم شیرینه، خب یکم خوشمزه، یکم ببین سوتیره گور خودت سکندی. زیاد خوشمزه. خوردی تمام شد؟ نه دیگه من تا حالا فسنجون نخوردم. بلد صبر کنی. اوه ببین این چیزه پدرزان، پدر تارزان. چیزه یاد داده. یه ایرانی اصلی بهش یاد داده. دیگه حرفی نیست. من تا حالا نخوردم فسنجون. همین چجوریه؟ ویدیوی دوم. ببینید من تازه رفتم ایران. خب مثلا فارسی هیچی نمیدونستم. درست. بلای به من داد یک کتاب. اونو یاد چیزه یادم میمونه. اسمش چی بود؟ آن یک کتاب بهش هدیه داده. شلوار من کجاست؟ درسته؟ خب حالا کجا بود؟ نمیدونم اون همه پیدا کرده. مثلا کمد اینجا شلوار من هست؟ نه نیست. کمد اونجا شلوار من هست؟ نه نیست. مثلا تو لباسشویی هست؟ نه نیست. تو کمده. مثلا سطل زباله هست؟ شلوار من هست؟ نه. سطل زباله؟ پیدا کرده بود. پیدا شد شلواره نمیدونم هم خیلی پیدا کرده. فکر کنم کلا شلوار نداشته، توهم زده. یا خودش پوشیده. راست میگه، شاید پوشیده بوده، داشته دنبالش میگشته. من بابا نور گوشیم داشتم دنبال گوشیم میگشتم. خب ویدیوی سوم اگر اشتباه نکنم، گوشیمم تو ویدیویه دیگه. این عکس پشتش هم عکس خودم نیست، عکس عمومه، شهید شده 40 سال پیش شهید شد. اما کره ها خب وقتی چای میخوری اینجوریه مثلا یا قهوه خیلی معمولی. چه خبرته؟ خیلی داغه. خب هوا میاد بیرون. خب سر فکر میخواد ادای ایرانی ها رو در بیاره. خیلی خوبه ها. نکنی ها نه بیچاره رو از فرهنگ درش کردید. خب ویدیوی چهارم، کلا 5 تا ویدیوی مرض چندمه؟ چیه؟ چندمه چندم شبه
شندم چنده؟ امروز چند شنبه؟ چی میگی؟ شنبه یک آه. شنبه چند شنبه؟ پنجشنبه. پنجمه؟ آه چند شندمه؟ نه هنوزه. الان که شما داره این ویدیو رو میبینی چند شندمه؟ الان جمعه است من دارم ضبط میکنم. چند شندمه شاید داری ویدیو رو میبینی؟ بریم ویدیوی آخر و پنجم. خب این چیه؟ ما رو نمیدونیم. گز اصفهانه. بفرمایید مادرمونه. میشه جون دستش هنوز بلد نیست گز بخوره، باید با دست بگیم تیکه پارش کنیم. تعارف میکنی؟ نه تعارف نمیکنم. میشه جون. تعارف نکنی یا نه تعارف نمیکنم. میشه جون. خب دیگه چه خبر؟ سلامتی. خدا رو شکر. یه ویدیو دیگه هم بود، زنش که ایرانیه دستشو میبره، بعد این یارو کره‌ایه بهش میاد بهش میگه دستت درد نکنه. هنوز بلد نیست که دستت درد نکنه یه حالت ممنون مرسی اینجوری این فکر میکنه دستت درد نکنه مثل یک چیزی مثل عافیت باشه، اینجوری فکر کنه مثل مریضی و اینجور چیزاست. خب بچه ها این بود از ویدیوی امروز. لایک و کامنت یادتون نره و اگه ساب نکردید حتما ساب کنید و بگید توی ویدیوی امروز من چه تغییری کردم. خداحافظی نمی‌کنم چون قراره بازم ببینمتون. پس فعلا